لگندوار شامل نفچه قلمون ارتش الفتح راگیهاند کل در دور باجاروک جبه و اتصال الورد پفچون تند نافراوی و میلیشین حزب الله دا قومین جالی و خواه چالکوان قلمون دان دیار کرن کو ارتش الفتح هجمارک خالن رژیم ین لکوی که باجاروک اتصال الورد کنترل کرن و دا انجام و اپراسیون دا گلک لشکرن رژیم هاتن کشتن. لباكوري گندوار حماية هنجي در ميداني راگيهاندن كل نافچه سهل الغاب شرد نافورا ارتش آزاد و هزن رژیم دا دجوار دبه هروسا و لگوري هن كتبين ارتش آزاد كل عنيا قرقور وصايتك لشكرية هزن رژیم هاتا تكشكاندن ده همان دمه ده لنافچه جورين ارتش آزاد خالن لشكرن رژیم ين كلور بجهبونه بمشكن گراد تو باران کرن و دا انجام ده هجمارك لشكرن رژیم هاتن کشتن. للاذقية لنافچه عرافي ده هفته بوريده شركي دمي ده نافر ارتش آزاد و هزن رژیم ده رودا و لور ارتش آزاد دخالن رژیم کنترول کر هروسا و لگوری هنجه در میدانی که ده انجام وی شریده بهتری 65 لشکرن رژیم هاتن کشتن و به دهان جوان بریندار کتن. ده همان دمه ده کتیبه براوه یا یکمین یا کو بسر ارتش آزاد و ده دخویانیه که در راگیهاند که ده دمجمرن بوریده لدر دورا گر نبی یونس هجمارک مزنج لشکر ملیشیا حزب الله ده انجام پفچونان ده هاتن کشتن. هفدم للاذقية نوچكيهان اورينت نيوز محمد حاج بكري بطوبكها و نيج آلي هزن رژیم و هاتا آرمانج کرن هروسا و لگوري كو هاتا ديار کرن كو ددما كو بكري پفچون لدردورا گر نبي يونس دراگيهاند موشككها و نل نيزيوي كت و دا انجام دا او بريندار بو و هاتا و گوهستن بو نخوشخانه يك ميداني هجاية بيرخستنه يكو محمد حاج بكري يكمين نوچكيهان ميدانية اورينت لسوريا.